چجوری پسردار بشیم؟ سلام، من سعیده هستم و اینجا ماما دلارامه. اگه تو هم میخوای یه بانوی آگاه بشی همین الان کانال رو دنبال کن. روش‌های متفاوتی برای تعیین جنسیت وجود داره. شامل روش‌های طبیعی و روش‌های آزمایشگاهی هستش. توی این ویدیو میخوام روش طبیعی پسردار شدن رو بهت آموزش بدم. تا آخر همراه هم باش. اولین عاملی که میتونه توی تعیین جنسیت نقش داشته باشه تغذیه، به ویژه تغذیه مادر هستش که از طریق تغییر pH واژن یا همون اسید و قلیایی بودن واژن میتونه شانس پسر و دختردار شدن رو زیاد کنه. مثل مواد غذایی سرشار از سدیم و پتاسیم شامل موز، پرتقال، بادام درختی، روغن زیتون که باعث قلیایی شدن محیط واژن میشه و کمک میکنه که اسپرم هایی که حاوی کروموزوم ایگرگ هستن و مسئول پسرزایی‌اند مدت دوام بیشتری داشته باشن توی این محیط قلیایی و شانس پسردار شدن بیشتر بشه. در کنار افزایش مصرف مواد غذایی قلیایی باید مواد غذایی اسیدی کمتر استفاده بشه که توی ویدیوی دخترزایی به توضیح دادم مواد غذایی اسیدی شامل چیه. بهتره رژیم غذایی تعیین جنسیت رو 3 ماه قبل از اقدام به بارداری یا حداقل 2 ماه قبل از اقدام به بارداری شروع بکنید و بیشتر از 6 ماه هم ادامه پیدا نکنه و به محض مثبت شدن تست بارداری رژیم رو کنار بذارید، چون دیگه تغییری توی تعیین جنسیت وجود نداره. رژیم غذایی تعیین جنسیت پسر برای افرادی که فشار خون بالا، بیماری‌های کبد و کلیه دارن مناسب نیستش. روش دیگه تعیین جنسیت اقدام با توجه به روز تخمک‌گذاری هستش. اسپرم‌های حاوی کروموزوم ایگرگ طول عمر کوتاه‌تری دارن و سرعت بیشتری دارن. هرچه اقدام به روز تخمک‌گذاری نزدیکتر باشه، اسپرم‌های ایگرگ شانس زنده موندنشون بیشتره و سریعتر خودشون رو به تخمک میرسونن و در نتیجه پسرزایی اتفاق میفته. در کنار اون محیط واژن رو هم قلیایی کردیم. برای تعیین روز تخمک گذاری لازمه از شروع پریود تا شروع پریود بعدیت رو حساب کنی و منهای عدد 14 کنی. مثلا در یک سیکل 28 روزه روز 14 هم میشه روز تخمک گذاری خانم که بهتره نزدیکی اون روز انجام بگیره برای اقدام پسرزایی. روش بعدی تعیین جنسیت استفاده از پوزیشن های خاص در زمان اقدام هستش که برای پسرزایی باید نزدیکی عمیق باشه و خانم حتما به ارگاسم برسه. پوزیشن هایی مثل داگی استایل مناسب پسرزایی هستند. همچنین برای پسردار شدن دمای بیضه ها باید خنک نگه داشته بشه. گفته شده قرار دادن کیسه یخ نیم ساعت قبل از اقدام بر روی بیضه ها میتونه سرعت حرکت اسپرم رو بیشتر بکنه و احتمال پسرزایی بیشتر بشه. بهترین فصل برای اقدام برای پسردار شدن زمستان یا اوایل بهار هست که هوا یکم خنک‌تره. یه نکته مهمی که هرچه زمان هماغوشی قبل از اقدام به رابطه طولانی تر باشه محیط واژن قلیایی تر میشه و شرایط برای پسرزایی فراهم میشه. بهتره اتاق خواب دمای خنکی داشته باشه و بوهای معطر پخش بشه. خانم آقا استرس نداشته باشن و عجله نکنن. مکمل هایی که بهتر آقایون مصرف کنن برای پسردار شدن شامل ویتامین C روزی 1 عدد و ویتامین D هستش. مواد غذایی مثل زردچوبه، دارچین، پسته، خرما اینا هم کمک میکنه که به نفع پسردار شدن پیش بره. برای دختردار شدن ویدیو بعدی رو دنبال کن.